صبح 26 آگوست زمانی که نیروگاه هسته‌ای زاپاروژیه اوکراین برای اولین بار از شبکه تأمین برق محروم شده، راکتورهای هسته‌ای آن از کار مانده بود، نیروهای روسیه حمله به منطقه شرقی دونباس را از سر گرفتند. روز جمعه ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین اظهار نمود که حمله نیروهای تجاوزگر روسیه در سمت شهرهای بخموت و اودیوکا به عقب پرتافته شد. روز پنجشنبه پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی ابراز داشت که تیرباران گرد و اطراف نیروگاه زاپاریژیا که بزرگترین پایگاه هسته‌ای تولید نیروی برق در اروپا می باشد، اهل عالم را با فاجعه هسته‌ای مواجه کرد. او روسیه را مسئول حادثه عنوان داد. میخواهم مردم اوکراین را مطمئن کنم که ما کاری از دستمان آمده را برای جلوگیری از سناریوی فاجعه‌ای به سامان میرسانیم. ولی این عمل تنها به کشور ما وابسته نیست. مسئله کلیدی حضور بین المللی می باشد که تجاوزگران را به ترک فوری قلمرو نیروگاه هسته‌ای زاپاروژه وادار کند. اگنتی بین المللی نیروی هسته‌ای و دیگر سازمان‌های بین المللی باید تیسر عمل کنند، زیرا هر لحظه که نظامیان روسیه در نیروگاه قرار دارند جهان با فاجعه هسته‌ای روبرو می باشد. زلنسکی از اقدام‌های خادمان اوکراینی پایگاه اشغال شده هنگام قطع تأمین برق به نیروگاه قدردانی کرد. با قطع تامین برق گنراتورهای دیزلی فعال شدند تا راکتورهای از کار مانده با برق تامین باشد. جهان باید درک کند که اگر گنراتورهای دیزلی فعال نمی‌شدند، اگر تجهیزات به طور اتوماتیک فعال نمی‌شد و کارمندان پایگاه به قطع برق عکس‌العمل نشان نمی‌دادند، ما الکی با پیامد آن مواجه می‌شدیم. روسیه، اوکراین و تمام اروپایی‌ها را در یک قدم از فاجعه هسته‌ای قرار داد. رهبران از طرف روسیه تعیین شده منطقه عیبنامه را قبول ندارند و اصرار می‌ورزند که سوختار در جنگل نزد پایگاه هسته‌ای از آتش نیروهای اوکراینی به عمل آمده است. از آغاز جنگ اوکراین، نظامیان روسیه پایگاه زاپاریژیا را تحت تصرف قرار دادند. این پایگاه 6 راکتور هسته‌ای دوران شوروی دارد که فعلا فقط 2 تای آن فعال میباشند.